نکته مهم رو میخوام بیان بکنم. من میخوام از فریب و نیرنگ این خوبسا به شما بیان بکنم. من با کمال اطمینان میگم، با کمال مسئولیت میگم که جماعت راسخیه، جهمیگیه، آفتاب پرست ها، این آفتاب پرست ها، دفاع کنندگان آفتاب، دفاع کنندگان آفتاب پرست، این برادران آفتاب پرست حالا در حالت وزنینترین، در حالت وزنینترین عصبی روحی جهالت قرار دارند و در حالت شکست هستند و در حالت شرمندگی هستند و خودشان این چیز فهمیدگی هستند. برای همین میخواهند که اینها موضوع را عوض کنند، اما ما نمیگذاریم. من به برادران نصیحت میکنم که خواهش میکنم موضوع را شما سبب نشود که شما نشود که سبب شوید، شما سبب نشوید که این کذابی ها، این فراری ها، این منافقین برادران آفتاب پرست ها اینها را نگذارید که موضوع دیگر. موضوع شروع شد از مسلمان لغوی. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبالوا الخلف للفرقان. أبو محمد المدني. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. غرباء مشرک، همه سال شماری سال هجری و میلادی با ما فرمانده تید و هم ابن تیمیه را سال تولدش چنده و ماتوردی را چنده، کدامش پیش آمدگه؟ ابن تیمیه رحمه الله پیش آمدگه یا که ماتوردی؟ غربا دانشمند کنی گوید گفتی شیخ اسلام ابن تیمیه قرن 7 اومدگه. بیا اول یک تا بریم، میده میریم. گفتی ابو منصور ماتریدی قرن 3 اومدگه، شیخ اسلام ابن تیمیه قرن 7 اومدگه. درست همین گپا گفتی دازیده همینجا؟ بله. ببین شیخ اسلام ابن تیمیه سال 606 هجری 661 هجری تولد شدگی است. آخر قرن 6 تقریبا قرن 7 سال 728 هجری وفات کرده است. این قول درست است. اما ابو منصور ماتریدی که تو میگی که قرن 3 آمدگی است، قرن 3 آمدگی نیست. ابو منصور ماتریدی سال 853 هجری یک تا برام ای کربلا گفت زنم، یک تا بیام ای کنگی. تو بیا یک تا سخنت جواب ده. تو گفتی که شیخ اسلام ابن تیمیه قرن 7 آمدگی، ابو منصور ماتریدی قرن 3 آمدگی. پس دلیل در کجا است؟ یکم مسئله. دیگه مسئله که من تو را میگم که ابو منصور ماتریدی سال 853 هجری تولد شده، سال 944 هجری وفات کرده. برای همون کتابات نظر کن و در کتاب خطونه همین خیلی اما یک کتابش بیا یک کتابش پرتا، بیا یک کتابش پرتا در همونجا، یک کتابش روش سرعت گرام پرتا. میتونی لیبای نماز خواندن تحقیر نکن. یک کتاب روش گرام دیگه میخواد بخواست که تکفیره که چی شده است ایرا به شیخ اسلام ابن تیمیه نسبت ده، در حالی که ابو منصور ماتریدی بعد از شیخ اسلام ابن تیمیه آمدگی است. ماتریدی بیار یک کتابش بیار. ها میگم که 853 هجری. نمیفهمم این سونا پیش ماتریدی اینسان رقم از حرفرا نمیره. شما میگم که سال 728 هجری وفات کرده. ابو منصور ماتریدی سالی 853 هجری چی شده؟ تولد شده. رقم از حرفرا نمیره. بارک الله فیکم. این رو چرا گذاشتیم؟ برای اینکه کسایی که از علم باخبر هستند یک کمی به حال اهل بدعت، به حال این اهل ضلالت خنده کنند. این یک عاذری، یک جاهل، یکی از همون حالا این شرمنده
در نزد اهل توحید هیچ قدر ندارد. حالا از این فتنه ها استفاده برده به کامپانتی ساخته مذهب جدید معرف راسخ آذری های تاجیک رفتند، به اونها همراه شدند. یکی از آذری های تاجیک این را ابو محمد سعید افغانی جاهل صادقین امت میگه. انا همین به نام صادقین امت که البته اینها نامشون خودشون صادقین امت گذاشتن، بلکه اینا کاذبین است. اینا بوی از صداقت به توحید به قرآن سنت ندارن. این مشرکین زنادقه ها مذهب سلف صالح گفتند یهود و نصارا را مسلمان گفتن است. گفتند یهود و نصارا را مسلمان گفتن است. مولای کلانیشان به گفته خودشان مولویشان نمین است. مولوی میگوید که ابن تیمیه بله 66 بعد از این 728 میگه، همین هم خطا گفت. البته که عصر 7 نه، این عصر 8 است. شمرده نمیتواند قرن و عصر 700 باشد، 700 و 720 هم این یعنی مرحله علمیشون معلوم است. شرمنده. بعد از این میگه ابو منصور ماتریدی میگه 800 میگه 53 اومده است. این بیچاره گوگل را زود شده دید است که 853. بعد از این حرف میم را عقلا ندید است که حرف میم دلالت به میلادی میکند، حرف ها دلالت به هجری میکند. اناکو دیدید که چقدر به باطل به جرأت گپ میزنند، باوری کرده گپ میزنند، صداشون بلند کرده گپ میزنند. شما فکر میکنید که این حق گفته شده است. اگر حق نباشد نخود این خیلی آدم بیشرم، نخود آدم همین خیلی پست آدم شود که دروغ را همین قدر راست کرده بگوید. از همین جهت باور میکنید که این انا میخیل حقیقت گفته، لیکن این حقیقت نه، این کذب است. اینا شرم ندارند. الحیاء شعبه من الایمان. حیا یکی از شعبه های شاخه های ایمان است، یکی از مسائل بزرگترین، یکی از مسائل خیلی ضروری ایمان است. اینا حیا ندارند. برای همین هر روز سخن دروغ در حق دین میگویند، در حق الله میگن و بعد از این نگفتم میگن. کی خواهند گفتم میگن و کی خواهند نگفتم میگن. حیا ندارد. کسی که حیا ندارد حالتش ببینید. برای اون که به شرک کفر غوطه زده است. آدم مؤمن و مسلمان باید حیا داشته باشد. آدم مؤمن و موحد مسلمان باید قدر خودش را، جای خودش را، مکان خودش را، منزلت خودش را داند. این مسکین یک چوجه، یک احمق جاهل امروز از این فرصت فتنه استفاده برده. او جهمی ها معرف راسخ و جماعتش هم که خار و زار هستند، هر پشکی سخنی اونها را گفت، به نزدشون گرفته صادقین اومد گفته شدند. تمام آذری ها در شاک قرار دارد. آذری ها در شاک قرار دارد. من به شما میگم برادرای عزیزم، یک پیشنهاد دارم به شما اهل توحید. شما اگر در همین برنامه های محمد انصاری اگر پریامای افیرهاش یگان مراتبه دیده باشید یا اشتراک کنید، اگر همون وقتاش دونید، به محمد انصاری یا عبدالرحمن فاتح سوال کنید که یک نفر گوید که آفتاب پرست را سلیمان علیه السلام مسلمان گفتند. اگر آفتاب پرست را مسلمان نگوید کافر میشدید، گوید چی میگه؟ از این سوال عبدالرحمن فاتح دو خیل جواب میگه. یا که میگه که حق است، سه خیل جواب میگه. یا عبدالرحمن فاتح یا محمد انصاری میگه که حق است، با خودی شرمنده تر میشود، چهریش واضح تر میشه. یا میگوید که من نمیدونم، من این گپ نمیزنم، جاهل بودن و قوم پرست و احمق بودنش با معلوم میشه. یا میگوید که این خیل آدم احمق است، میگه که این آذری ها را میزند. یعنی در همه صورت به اهل توحید فایده است. از این سوال شما در همه صورت به اهل توحید فایده است. یا میکروفون شما را محکم میکند زود. 4 نمود حالت، در 4 نمود حالت همیش غلبه برای اهل توحید است. هر 4 هم غلبه است. من نمیدونم گوید احمق است، میکروفون محکم کند، احمق است، از توحید دور است. اگر حق گوید کافر است. اگر من جیم میستم گوید با احمق کافر است. اگر رد زند الحمدلله، ما این آذری ها میگیم که آذری های پستر به آذری های بلندتر رد زد. زیرا که حالا مرحله معرف راسخ، مرحله ابو محمد سعید افغانی همون مرحله است که محمد انصاری
عبدالرحمن فاتح به اینها رد میزنه. همین مرحله است. یعنی مرحله معرف راسخ از وی هم پس شد. ابوالغریب گفت است که هر کسی سلیمان علیه السلام آفتاب پرست رو مسلمان گفتند. عقل دارید شما؟ دیوانه شدید شما؟ ابو اسماء حفظک الله برادرها یا یگان خواهرها نگویند که این سخن ما نشنیدیم شاید حقیقی نباشد. همین صدای همین مسکینی مریض رو گذارید، شیطان زده رو صداش رو گذارید برادر. بله یک بار دیگر. در این آیت سلیمان علیه السلام بلقیس و همراهانش را که مشرکان آفتاب پرست بودند مسلمانشان گفت. یعنی میگه که در این آیت میگه سوره نمل آیت 36 یا 38 بود، آیت 38 و 36 خطا نکنم. 38 بله 38 بود. میگه در این آیت سلیمان علیه السلام بلقیس و همراهانش را که آفتاب پرست بودند مسلمان گفت. میگه شما به کجا روان هستید؟ از الله ترسید. آیا همین آیت همین است؟ سوره نمل آیت 38 آیا همین میگه که سلیمان علیه السلام آیا گفتند که بلقیس یا آفتاب پرست و همراهانش مسلمان است گفتند، یا گفتند که پیش از این که انمین مشرکین به نزد من مسلمان شده بیایند عرشش را به نزد من بیارید. آخر پیش از این که به نزد من مسلمان شده بیایند گفتن، این مسلمان گفتن نیست. مثلا حاضر من میگم که پیش از این که انمین یهود به نزد من مسلمان شده آید، شما به او مثلا یک نصیحت کنید، یک ادبش دهید و همچنین. من اینجا نگفتم که این یهود مسلمان است، من نگفتم که این یهود مسلمان لغوی است. من گفتم که پیش از این که انمین یهودی کافر به نزد من مسلمان شده بیاید، پیش از این که مسلمان شده بیاید گفتن نه، آدم مسلمان شدن نمیگه. این جهالت به لغت، جهالت به سخن است. برای همین همه سخنها را اینها برعکس میفهمن والعیاذ بالله. همین سخنهای ما را برعکس میفهمیدن. بله ما نگفتیم، گفتیم میگفتن سخنی ما این خیلی نبود، گفتیم این خیلی گفته تکفیر میکنن. حالا سلیمان علیه السلام را طعنه میزنند که سلیمان علیه السلام علیه السلام بلقیس و همراهانش را آفتاب پرستان را مسلمان گفتم. میگه آشکار. اگر دروغت یک بار دیگر مانید برادر. در این آیت سلیمان علیه السلام بلقیس و همراهانش را که مشرکان آفتاب پرست بودند مسلمانشان گفت. در این آیت سلیمان علیه السلام بلقیس و همراهانش را که مشرکان آفتاب پرست بودند مسلمانشان گفت. اگر والله انا همین سخن را به آذری ها ارسال کنید، آذری ها به همین سخن رد نزند، بیاید به من بگوید که خطا کردید. وای بر شما، وای بر حال شما، وای بر حال مؤسس مذهب نوگذارنده معرف راسخ، وای به حال شما که عاقبت مذهبتون سلیمان علیه السلام آفتاب پرست رو مسلمان گفتن باشد. خیلی که عیناً این عقیده معرف راسخ است. معرف راسخ گفت که مسلمان را بدون قید هم گوید که کفر نیست. گفت برادر عزیزم همین سخن را امانت بدون قید میگد. من در همین گروه هست یک قومی ما تکفیری نیستن گفته، در همین گروهش هست، یک بار گذاره در همین گروه شناختی معروف که الحمدلله مردم ما مناحق تکفیر نمیکنن و گمان نمیکنن. سلمان لغوی کنگی گفتم اسلام لغوی، ایمان لغوی، مومن لغوی، این کل ساعت سلف استعمال شده است. اما آدم ما هم خودم میگه گفتم کافر نمیشه. در مسلمان لغوی مسلمان نیست، مومن لغوی مومن نیست، باید مومن شرعی مومن یا مسلم شرعی نباشه. این کسی کفر نمیگه. اگر یک کسی نظر را برده
گناه را از یک کسی میبینم این مسلمان است، مثلا کسایی که در کفر متاون ندارم این مسلم لغوی است، مسلمان لغوی است نه شرعی. این کافر نمیشه. این خواهد خود سلف چکانه چیز است وجود داره، شما شاید دیده باشه اقوال وجود داره. سلف صالح مؤمن به معنای لغت که به درجهش اسلام بالاست، مسلمان میاد به معنای لغت. ولی ما گفتیم که در قرینه تمام آدم یک کس کافر باشه او را چیز نمیگه. ما یا در جایی که قرینه و این چیزا می باشه تا اونجا استعمال میکنه. اگر غیر قرینه هم استعمال کنه در کفر که واقعی نمیشه. اوه دیدین میگه که همین مسلمان گفتن کفار را غیر قرینه هم استعمال کند که مسلمان کافر نمیشن. یعنی حالا ابوالغریب غیر بدون قرینه استعمال کرد، گفت سلیمان آفتاب پرستان را مسلمان گفتم بدون قرینه، لغوی هم نه هیچ چیزی نیست، انمی غیر قرینه، یعنی مطلق مسلمان گفتن کافر. این که گفت کفر نیست، این کافر نمیشد. معروف راسخ فتوا را داد، بعد از 2 روزش برآمد ابوالغریب کرد. عاقبت اینها والعیاذ بالله از سبب کبر روانه هستند به قعر جهنم روانه هستند. اما ما به نصیحت میکنیم به برادران و خواهران موحد حق پرستو میگیم که به خدایت به حال شما، به برادران اهل توحید میگیم به خدایت، به این معنا که از اینها احتیاط کنید، از اینها احتیاط بکنید، از این جهمی ها که به حال این جهمی ها عذری ها میخندند. باور میکنید که به حال این جهمی ها عذری میخندند که سلیمان علیه السلام آفتاب پرستان مشرکین را مسلمان گفتند و در دوامش هم میگه که اما ابو محمد مدنی این سخنی سلیمان علیه السلام را قبول ندارد، از همین جهت ابو محمد مدنی کافر است میگه. یعنی ما مشرک را مسلمان نگوید گیم کافر بودیم، زیرا که مشرک را سلیمان علیه السلام آفتاب پرست را مسلمان گفت. و انا معرف راسخ هم میگه که مسلمان لغوی وجود دارد میگه، اما به قید میگه یعنی لغوی، زیرا که مسلمان لغوی این مسلمان نیست میگه، این مسلمان شرعی حقیقی نیست، کافر است میگه مسلمان لغوی. اما همین بدون قید هم بدون لغوی هم کافر را مسلمان گوید میگه این که کفر نیست میگه، او که کفر نیست میگه و اینو به دین الله بازی میکنه. و غیر از این من به شما برادران و خواهران عزیزم یک نکته مهم رو میخوام بیان بکنم. من میخوام از فریب و نیرنگ این خوبسا به شما بیان بکنم. من با کمال اطمینان میگویم، با کمال مسئولیت میگویم که جماعت راسخیه، جهمیگیه، آفتاب پرست ها، این آفتاب پرست ها، دفاع کنندگان آفتاب پرست، این برادران آفتاب پرست حالا در حالت وزنین ترین عصبی، روحی، جهالت قرار دارند و در حالت شکست هستند و در حالت شرمندگی هستند و خودشان این چیز فهمیدگی هستند. برای همین میخواهند که اینها موضوع را عوض کنند، اما ما نمیگذاریم. من به برادران نصیحت میکنم که خواهش میکنم موضوع را شما سبب نشود که سبب شوید، شما سبب نشوید که این کذابی ها، این فراری ها، این منافقین برادران آفتاب پرست ها اینها را نگذارید که موضوع دیگر کنند. موضوع شروع شد از مسلمان لغوی، اینها آورده به ما مؤمن لغوی گفته شدند. مؤمن لغوی نه، مسلمان لغوی. بله ما در اول گفتیم که مؤمن لغوی مقیدا وجود دارد. ما خودمون در درس‌های کفر بالطاغوت همیشه میگیم المؤمن بالطاغوت، مؤمن بالطاغوت و کافر بالطاغوت، مؤمن به طاغوت، کافر به طاغوت. مؤمن به طاغوت گفتن معناش اینه که مسلمان به طاغوت. ای جوهلای برادران آفتاب پرست، ای دفاع کنندگان آفتاب پرست ها، مؤمن بالطاغوت یعنی طاغوت پرست یا که ایمان آورده ها به طاغوت. المؤمن بالطاغوت یا که الکافر بالطاغوت داریم، کافر شده به طاغوت یا ایمان آورده به طاغوت. زیرا که لغتا مؤمن مقیدا وجود دارد به قید. ما حق نداریم که تمام کفار رو بگیم که اینا مؤمن هستند به طرز مطلق، حق نداریم. اینا باید بدانید هیچ کس حق ندارد که به طرز مطلق یعنی به طرز عمومی کفار مشرکین را بگید که اینها مؤمن هستند. این جهالت است و از منهج الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم که از وحی از گذاشته دور است و از منهج سلف نیست، بلکه قیدن میگوید. مثلا مشرکان را میگید که
مشرکا ایمان آورده به طاغوت بودند و کافر شده به الله بودند. یا که میگوید که مشرکین قریش مثلا ایمان آورده مؤمن میگه، حالا که روایت در این باب ضعیف است. عبدالرحمن ابن زید که روایت در زیر و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این ضعیف است. این روایتی که هست در زیر این آیت روایت عبدالرحمن ابن زید ضعیف است. از روایت حجاج است، سند دومیش هم ضعیف است. ولی که با وجود ضعیف بودن اگر تصور کنید که صحیح است، همه ما میگیم که مشرکین ایمان بر ربوبیت داشتند. مشرکین زمان قریش ایمان بر ربوبیت داشتند. ولی این سالتون من خلق السماوات والارض یقولون الله، الله میگفتند زمین و آسمان خلق کرد، الله خودش باران بارنده و غیره. ربوبیت به ایمان داشتند اما در الوهیت مشرک بودند. برای همین کسی بیاد و بگه که قریشی ها مؤمن در ربوبیت بودند، مشرک در الوهیت بودند، برای همین اونها را مسلمان گفته نمیشه و کافر و مشرک بودند بگوید، بله گپش خوب است. زیرا که مقیدن مؤمن را گفت در اینجا به قید لغوی در مسئله خاص مقید، نه این که بالعموم بیاید. اما کسی دیگر بیاید و گوید که همه کفار امروزه را ما میتوانیم مؤمن بگوییم، ما میگیم نامعقول کرد، این خیلی گپ نیست. تو بگو که مؤمن در ربوبیت و کافر در الوهیت ایمان داشتن، گفتن چی گفتن؟ گفت مؤمن. ما خودمون در کفر به طاغوت چند سال پیش و تا به حال میگیم که اینها مؤمن به طاغوت هستند، یعنی ایمان آورده به طاغوت هستند. گپ درباره مؤمن نمیرود، گپ درباره مسلمان لغوی میرود. بحث ما به جماعت معروف راسخ و ابو مسلم کنترل کننده معروف راسخ، استاد معروف راسخ ابو مسلم منیب است. به این استاد جهمی ها ابو مسلم منیب و استاد راسخ ابو محمد سعید افغانی و شاگرد اینها راسخ، به این جهلا میگویم که شما در اول گفتید که کسانی که کفر به طاغوت ندارد مسلمان است مطلق. ما گفتیم که مطلق کفر به طاغوت نداشته را مسلمان گفتن کفر است. شما گفتید که الله در قرآن یهود و نصارا را مسلمان گفته است. ما به شما رد زدیم، شما گفتید که این لغوی است، مسلمان لغوی است. ما گفتیم که این چیز ثابت نیست، رد زدیم. بعد از این گفتید که مسلمان مجازی است. بعد از این رد زدیم که گفتید نه مسلمان لغوی هم نه مجازی هم نه. ما درباره مؤمن گفتیم، ما گفتیم کذاب، رد زدیم که بعد از این گفتن که مسلمان لغوی گویی هم هیچ گپ نه، مسلمان غیر لغوی مطلق کفار مشرکین را مسلمان گویی هم باکی ندارد. گفتن گپ درباره مسلمان است. ما وقتی که از شما طلب کردیم که مسلمان لغوی رو برای اثبات کردن حجت بیارید، اینها میروند دو حجت میارند. مؤمن، کلمه مؤمن رو میارند و بعد از این کلمه اسلمه رو میارند. آیتی که دلالت به اسلامی کونی، قدری، قهری وله اسلم من فی السماوات والارض میگرد، این نمیرد. بلکه یا جهلایند. نام مسلمان و نام کافر این نام برای انسانها و جنها گذاشته شده است، نه برای درخت و برای سنگ. شما سنگ و درخت مسلمان کافر به جدا نکنید ای شرمنده ها. شما به مانند پیزا شدید که تربوز کافر میگه. چرا بگید هندوانه کافر است؟ میگه چرا بگید؟ برای که میگه به اهل بیت کافر شد. میگه البته اینا هندوانه مسلمان میگه، برای که هندوانه میگه شیرین است. اما این فلفل یا قلمپور یا این تیزی که است، این تندی که است، این میگه کافر است. برای چی میگه؟ برای که این چی است؟ تند است، ایمان به اهل بیت نورد. عاقبت مذهبی معرف راسخ هم این است که ما سنگ سرخ و سنگ سیاه و سنگ کبود اینش مسلمان اینش کافر بگیم. چی بگیم؟ اینها فرق دو اسلام را نکردن. اسلام تسلیم شدنی قدری، کونی و قهری و این را که همه خواهد نخواهد تسلیم میشد. اما اسلامی که از لا اله الا الله است و از این اسلام نام مسلمانی کافر به وجود میاد، زیرا که لا اله الا الله در اینجا وجود دارد و این نام مسلمان که کافر به بالای انسان است، انسان و به بالای جن است. ما این فقط مسلمان و کافر رو این نام رو به بالای جن یا مسلمان میگذاریم. معذرت خواهی میکنم، یا انسان مسلمان کافر رو یا به انسان یا به جن میگذاریم.
شما گاو و خر مسلمان کافر به جدا نمیکنید. سنگ و درخت و زمین و آسمان به مسلمان کافر جدا نمیکنه. همه اینها اسلام آوردن، لیکن اسلامشون اسلام تسلیمی، استسلام خیلی است، کونی، قدری، قهری است. یعنی از تقدیری کشیده الله اینا بیرون نمیشه، خواهد نخواهد در زیر مشیت الله است. انا این است کونی قدری. اما اسلامی که از این اسلام نام مسلمان به وجود میاد و از انکارش یا شکننده به واقع شدن نام کفر، کافر به وجود میاد، مشرک به وجود میاد، این برای انسان و برای جن است. مقصد از این گفته همین است که آیتی که اینا دلیل میارند از آیتی که اسلامی کونی و قدری قهری را آورده به مسلمان میگیرند و دوم دلیل هایشون مؤمن میارند. امنو یا که مؤمن گفتنی بعضی روایت های ضعیف میارند به مانند صوفی ها. صوفی های قبر پرست که برای قبر پرستیش روایت های ضعیف میارد و میگه که قبر پرست، ما چی میگیم؟ ما میگیم قبر پرستی این روایت ضعیف است، اینا هم روایت ضعیف آورد. همه روایتشون ضعیف است، باور بکن. مقاله این ابو مسلم منیبی جهمی مشرک به من ارسال کردن، روایت زید ارسال کرده است. زید کی است؟ عبدالرحمن ابن زید ضعیف است. سند دیگرش دارد در تفسیر دیگر که از کی است؟ از حجاج گفتنی و کسی دیگر بود که اینم ضعیف است. ولی که بالاخره اگر صحیح گوید هم معناش این است که مقیدا شما گفته می توانید که انا این مؤمن به طاغوت است، کافر به الله است. یا گفته میتونید که مشرکین مؤمن در ربوبیت و کافر در الوهیت و اینها کافر مشرک هستند، اما ایمان در ربوبیت دارد. انا این خیلی قیدن. اما همین هم گفته میتونید که کفار و مشرکین مؤمن لغوی اند، مطلق گفتن درست نیست. تو باید بگویی که در ربوبیت ایمان دارند اما در الوهیت کافرند، برای همین اینا رو کفار مشرکین میگن. و اما هرگز از کلمه مؤمن، از کلمه مؤمن لغوی شما مسلمان نبرارید. مسلمان ما به شما گفتیم که مسلمان لغوی هم این دلالت به اسلامی ظاهری شرعی میکنه. لغتا هم مسلمان گفته کی رو میگن؟ کسی که شهادتن رو گفت، نماز خوند، این مسلمان است لغوی. بارک الله فیکم. بالاخره این جوهلا. بله برادر بفرمایید، دستتون بالا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ الله یسلم کند، همین سخن شما موافق که اینها مسلمان لغوی رو، یهود و نصارا رو هم مسلمان لغوی میگن؟ همین جمعه یک زپسی یکی از همین جوهلا، یعنی که رؤسای همین جوهلا که ابو مسلم بود که بود، میگوید ما مطلق یعنی یهود و نصارا رو مسلمان لغوی میگیم. همینجا موافق میشد میموندن برادر؟ همین زپسا اینو چند تا باشد بگذارید، همیشه بگذارید یک چند نفر باشن، بسم الله بهتری میشد. مردم گوش بکنن که اینو به کجا میبرن؟ به جهنم میبرن. خوب است. کردین اینم سوال از ما بکنیم. سوال چنین است، گوش کردید میشه که برادر. سوال وقتی که ما یک یهودی یا یک طاغوت پرست میبینیم، ما با اسم مسلمان لغتا استفاده کردن داریم جایز است یا نه؟ بله. یعنی دلیل؟ دلیل الله دیدید چی میگه؟ یهود، نصارا، مشرکین، بودیست رو ما وقتی که دیدیم مسلمان رو لغتا استفاده کنیم میشد میگه. یعنی ما مسلمان میگیم به نظر ما لغوی است، میگیم مسلمان. یهود هم مسلمان است، نصرانا و نصرانی دیگر هم مسلمان است، لیکن در نظر ما لغوی داریم. آیا همین خیلی استفاده کنیم درست است؟ بله میگه. بله میگه. دلیل چی؟ دلیلش بگذارید. ما جای ترس از دلیلی آورده اینها که از اول گشته مونده با دلیلش. بله. کردین اینم سوال از ما بکنیم. سوال چنین است، گوش کردید میشه که برادر. سوال وقتی که ما یک یهودی یا یک طاغوت پرست میبینیم، ما با اسم مسلمان لغتا استفاده کردن داریم جایز است یا نه؟ بله. یعنی دلیل؟ دلیل الله عز و جل، دلیل از کجا؟ الله عز و جل
الله عزوجل میگه در سوره یوسف آیت 106 و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اینها ایمان نیاوردن اینها به الله عزوجل مگر در حال ایمان آوردن که اینها مشرکند. دلیل الله در این باره چی گفت؟ الله عزوجل در اینجا ایمان را گوش بکنین، ایمان را در این اینجا ایمان را به کفار نسبت داده و اسم ایمان را با کفر یک جا ذکر کرده. پس اشکالی که در این آیه پیدا میشه این امور را برای ما حل بکنید. شما الله متعالی جا ذکر کرده ایمان را به همراه. ببینید اینها به اشکال گرفتار شدند، از اشکال برآمده نتوانسته کافر شدند. عیناً به مانند جهمی های اشعری هایی که در باب اسما و صفات عیناً گفتند که ما به اشکال گرفتار شدیم. الله قدم دارد، دست دارد، چشم دارد، میخندد، میفراید، بالا میشود، میآید. این گفتند ما اشکال پیدا کردیم زیرا که این تشبیه به انسان است، بیاید به ما حل کنید. لیکن تا شما حل کردن ما گفتند این صفات ها را انکار میکنید. عیناً همین گپ اشعری است. اشعری همین سخنی که حالا این جوان گفت عیناً همین سخن را گفتند و همه اسما و صفات را انکار کردند که حالا این اشکال است. اما در نزد اهل سنت این اشکال نیست. این شبهات در نزد این جهلا است. اینها دینشان را در اساس شبهه، در اساس کفرشان بنیاد میکنند. این در نزد ما نگفتی اشعری، در نزد ما اشکال است. نگفتین خوبسای جهمی، آفتاب برادران آفتاب پرست در نزد ما جهمی است، بگیم اشکال است. در نزد ما اشکال نیست. بیایید من جواب بگویم. اولا الله سبحانه و تعالی گفت که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. در کجای ببینید مشرک را مشرکون گفت، ولیکن در اولش ولا یؤمن گفت، ولا مؤمن نگفت. از کجای این کلمه مؤمن را گرفت؟ سوال چرا الله در اینجا نگفت که ببینید سوال ما بین هم میتیم ولا یؤمن فعل آمد، یؤمن فعل اسم فعل، این نام نه، ولا یؤمن نام نه، مؤمن نه، این فعل است. ولا یؤمن معناش ایمان نمی آورند، مؤمن نیستن نه. این اینجا کلمه ولا مؤمن نه، ولا یؤمن ایمان نمی آورند. اکثر اینها مگرم این که آنها مشرکون گفتن نامش مشرک مون. در باب ایمان الله فعل را استفاده برد و یؤمن گفت، مؤمن نگفت. اما در باب شرک فعل را استفاده نکرد، نام را استفاده کرد، مشرک گفت. یعنی چرا الله نگفت که ولا یؤمن اکثرهم بالله الا وهم یشرکون، نگفت مشرکون گفت؟ زیرا که شرک اونها ثابت است، آنها شرک کردند، مشرک هستند. از جانب بله ایمان آوردن. ما از اول میگیم که کلمه آمنو یؤمنو را ما انکار نمیکنیم، یعنی ایمان نآوردند اینها مگرم این که مشرک است. و در زیر همین آیت صدیق حسن خان 13 آیت 13 قول را جمع کرده. نظر بکنید قولا زیاد است، ولیکن اینها به این سؤال ما جواب داده نمیتوانند که از کلمه آمنو کی مؤمنه برآورد. اینها جواب میتند به روایتی که روایت عبدالرحمن ابن زید که ضعیف است، روایت دیگر که از حجاج بجو کسی دیگر به همین معنا ضعیف است. دینشون در اساس ضعیف بنیاد شده، به مانند صوفی قبوری آیت رو معناش رو دیگر میکنن در اساس روایت ضعیف. انا کنون این سوال اول بود، بله چرا الله ولا یؤمن گفت و در آخر مشرکون گفت؟ یشرکون مشرک گفت، مشرک گفت، اما ایمان آورده ها در ربوبیت مؤمن نگفت، ولا یؤمن گفت. این جواب با جواب بگم. سوال دوم از کجای این آیت مسلمان لغوی به وجود آمد؟ گپ درباره ایمان لغوی رفته شده است که ایمان لغوی ایمان آوردن، ایمان نآوردند اکثر اینها مگر اینکه مشرک هستند. یعنی ربوبیت به ایمان آوردند، از جانب دیگر مشرک هستند. اشکال یگان جای اشکال ندارند، ایمان آوردند در ربوبیت ولی مشرک هستند در الوهیت. کسی که الله خالق گوید، رازق گوید، مدبر گوید، ولیکن در الوهیت به الله شرک قرار بدهد، ذبح لغیر الله، عبادت لغیر الله، سجده لغیر الله و غیره بکرد، این مشرک است. در آیت نآمد که ولا مؤمن اکثرهم الا وهم مشرکون، نآمد که شما کلمه مؤمن پیدا بکنید. روایت صحیح بیارید که برای اینکه
انا اینجا مؤمن است. روایت سه بیاره که کلمه یؤمنو به اینا مؤمن میکنه. برای من اشکال نیست در نزد ما. سوال دوم، از کجای کلمه ولا یؤمنو شما مسلمان لغوی گرفتید؟ این کلمه یؤمنو فعل است، این اسم نیست، این مسما هم نیست، این نام هم نیست. این یؤمنو اسم نیست، این فعل است. معنایش ایمان آوردن. ولا یؤمنو ایمان نه آوردن گفتنی گپ است اینجا. ولا یؤمن اکثرون، اکثر اینها، بسیار اینها ایمان آوردن مگر اینکه مشرک است. انا همین تو چخل فعلی یؤمنو رو آوردی، از این مسلمان لغوی رو چخل گرفتی؟ از کجا پیدا کردی؟ از کلمه یؤمنو مسلمان پیدا شد. حالا که ولا یؤمنو فعل است، مسلمان اسم است. ما تو را مجبور میکنیم که حالا پیش از این که تو مسلمان برافته رسی، تو اول اثبات کن که از کلمه یؤمنو مؤمن برار اینجا به اول تو از همین کلمه یؤمنو تو اول مؤمن برآورده میتوانی یا نمیتوانی؟ روایتی که برای مؤمن اومده ضعیف است. حالا که اگر صحیح گویم هم معناش ما گفتیم که مؤمن به طاغوت میگیم، کافر به الله مقیدن گفتیم. بعض از علما صحیح گفته که ما هم من باب کلمه ایمان به آخر رسوندن گذاشتیم رفتیم. اما از کجا شما از کجای این آیت مسلمان لغوی برآوردید؟ این درباره ایمان لغوی گپ میزند. مسلمان این نام است. شما اگر گویید که ما از کلمه یؤمنو یسلمو کلمه یسلمو آوردیم، خیر کمتر از مسلمان دیده یؤمنو که فعل بود یسلمو آوردید ولا یسلمو کردید. و بعد از شما باید دلیل بیارید که چخل ولا یؤمنو رو چخل ولا یسلمو کردید. اما شما ولا فعل رو آوردید ولا یسلمو هم نه. مسلمان لغوی یک بار بگید به کدام طریق، به کدام منهج، به کدام روش استدلال، به کدام منهج ساخته علما شما ولا یؤمنو رو مسلمان لغوی گفتید؟ کنی بگوید که کدام نفر یک سلف صالح گفته باشد که ولا یؤمنو اکثرهم بالله و مشرکون ولا یؤمنو مسلمان لغوی است؟ کی گفته نمیگم؟ با من مؤمن لغوی نبیار، با من امنو یؤمنو این مسئله به یک طرف پرتو. تو به من مسلمان لغوی بیار، یک سلف صالح بیار که در زیر این آیت گفته باشد که اینها مشرکین قریش مسلمان لغوی بودند. بیار به طرز مطلق چگونه که تو میگویی که مسلمان لغوی میگویی. حالا که حتی شما در آخر لغوی رو هم انکار کردید، مطلق گفتید مسلمان گفتن هم جایز است. کفر شما بالای کفر است. مرد هست یک نفر مرد بیاید به این سوال ما جواب بگوید آرامانه با ادبانه؟ نه ندارین. برای که به دینتون شما باور ندارین، یقین ندارین. شما کفار زنادقه ها به دینتون دلیل ندارین. اگر نبیو به من بگو دلیل، به سوال من جواب بگو. هنگاس نزن، آرام سوالم به جواب بگو. از کلمه یؤمنو چخیل مسلمان لغوی به وجود آورد؟ کلمه یؤمنو فعل است، مسلمان این اسم است، مسما این نام است. در آیت نام نیست، در آیت فعل است. تو چخیل فعل یؤمنو رو مسلمان لغوی کردی؟ به کدام طریق لغت، به کدام منهج؟ لغوی باشد علمای لغت بیار، اصولی باشد علمای اصول بیار، عقیدوی باشد علمای عقیده بیار. بالاخره بیار یک نفر از علمای سلف رو که گفته باشند که ولا یؤمنو انا همینا مسلمان لغوی. تو این بازیه که به قرآن و سنت میکنی والعیاذ بالله به غضب الله میمونید. شما به این بازیه که به قرآن و سنت میکنید به غضب الله میمونید. به نزد ما اومده نمیتوانند، فرار میکنند. فراری ها، شرمنده ها، زبانتون رو به گردنتون گلستوک میسازیم، زبانتون رو میکشیم به گردنتون شرف قرار میدیم. به نزد ما میآیند فقط حقارت و دشنام. سوال میکنیم به سوال ما جواب نیست. ما درباره مسلمان لغوی از اونها طلب کنیم به ما کلمه یؤمنو آورده است. تو دیوانه ای، تو بی عقلی. البته که خیر بعضی سوال میتیم خودم با در ترجمه میگم که بله دیوانه است، بله بی عقل است. اینا در حقیقت کمترین عقل دارد. از خری اولاغ همسایش هم گمراه تر است. این خوب است. از خری وحشی هم گمراه تر است. وگرنه بیا دلیل بگو. من به تو میگم که تو مطلق گفتی سلیمان آفتاب پرستار مسلمان گفت، تو گفتی کفر به طاغوت نداشته ها مسلمان لغوی است، تو در آخر گفتی معرف راسخ که
بدون قید هم مسلمان گوید هم هیچ باکی ندارد کفار مشرکین رو. ابو مسلم منیب گفت یهود نصارا بودیست رو مسلمان گفته میشه لغتا. دلیل کنی قولی سلف این به من آیت میارد که ولا یؤمنو، آی یؤمنو دیگر است، مسلمان دیگر است. اهل لغت حالا نمردند، علما حالا زندند، ای جهلا، ای خوبسا، از الله شرم دارید. شما کفر شما از جهل نیست، کفر شما کفر عناد است، کفر شما کفر استکبار است، کفر عناد است، کفر اعراض است. شما اعراض کردید از حق روی گردانید، شما دیده و دانسته از حق روی گردانید، شما کبر میکنید خوبسا از قبول حق و توبه که در پیش مدنی ما توبه نمیکنیم، از سخن مدنی شده ما توبه نمیکنیم، از سبب مدنی شده ما از قبل ما نمیگردیم، ما زوریم، ما بهترینیم، علم ما از مدنی زیاد است. گفته به خاطر همین کافر شده رفته شدیم. و مدنی را یک طرف گذار، تو کافر شدی، تو کافری، توبه کن. اگر به همین عقیدت موری جهنم میروی والعیاذ بالله. و نخود دشمنی و حسد و کبر تو همین درجه رود که یهود نصارا بودیست رو از نظر لغت یک نفر کس مسلمان گوید درست است، بله درست است. سوال دیگر اینو بدوده نکن که یک نفر مقصدش مسلمان لغوی گفتن بود مشرکاره، اما لغوی نگفته، فقط مسلمان گفت. یهود نصارا بودیست مسلمان گفت، اما مقصدش لغوی بود. کافر است یا نیست؟ اگر گوید کافر از نظر خودش تکفیری خبیث است، اگر گوید کافر نه با کافرتری جهمی است. اینو بدین الله بازی کرد. الله المستعان، الله المستعان. حالا سخن معرف راسخ رو هم شنیدید، سخن ابوالغریب رو هم شنیدید، سخن ابو مسلم منیب رو هم شنیدید. بار دیگر میگم وقتی که دلیل میبیاری ای جهمی، ای زندیق، ای کافر، اخزاک الله قبحک الله، دلیل در مسئله مسلمان لغوی بیار. به من کلمه آمنو یؤمنو نبیار، درباره مؤمن گپ نزن که ما این مسئله به جواب 10 بار دادیم. تو به من بیار که از همین آیت ها کدام نفر از سلف صالح مسلمان لغوی گفتنی گپ پیدا کردن. کنی کی گفت همین مسلمان لغوی رو؟ از سلف صالح کی گفت که انا همین آیت مسلمان لغوی است؟ بله بسم الله. کنی کی هست اینجا؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ الله یسلمک. همینجا ابو مسلم خطی که ابو محمد سعید افغانی نامتون معلیش کرده اینه که میشینین یک خطای سبقت اللسان و یک خطای لفظی انتظارین که در گروهتون منتشر کنید. خب برای این دلیل رو پیشنهاد کنید، دلیل نباشه خیلی توبه کنید. سبحان الله. ای بس ای نخو نامتون ایواز کرده بیاین اینجا منتظر یک خطا باشین. شرم. شما برادر ازم ابو اسماء حفظک الله پیشنهاد خوب کردید. من به ابو مسلم ابو محمد سعید افغانی میگم که ان شاء الله دعا میکنیم که الله شما را هدایت کند. روزی از روزها الله شما را هدایت کند. الله سبحانه و تعالی خودش دانا هست که شما چی حالت بستید. اگر شایسته هدایت نباشید، اگر لایق هدایت نباشید، شما در بین این امت در حالت پراکنده کنی باشید و همین کار شما به خاطر نفس و به خاطر من بد دیدن و به خاطر خودتون زور گفتن و مبارزه من زورم و تو زور نیستی باشد، الله سبحانه و تعالی خار زورتون بکند که ما عجایب قدرت الله را در بالای شما ببینیم. الله پاره پارهتون بکند، خوبسان نابودتون بکند که این امت از دست شما برین خوبسای به خاطر نفسش به دین الله بازی کننده نجات یابد. والله موحدین رو پراکنده کرده، به خاطر نفستون بازی کرده شده. همین به خاطر چی؟ به خاطر اینکه منم زورم، منم خوندگی هستم. آخر تو زور نیست، تو جاهلی، تو احمقی. ابو مسلم منیب تو جاهلی، تو نباید اقرار کنی که تو جاهل کافری، باید توبه کنی. ابو محمد سعید افغانی آخر تو جاهلی، تو در کجا خوندی که تو این داشته باشی بیای به من مبارزه بری؟ شما جاهلین. خیر معرف راسخ گوید که من کمی علم ما اینی اونقدر من معرف راسخ به اجازت بدید چخیر نباشدم کمی خوندگی است. آخر اما هر دو برای شما چی است؟ شرمنده این. آخر شما حالا به خاطر دفاع نفس، به خاطر اینکه من زورم، مدنی از من زور نیست، من علمم از مدنی زور است، مدنی من پس بودنش نشون میتیم، من در پیش مدنی توبه نمیکنم،
من اینم او به خاطر همین تو این گپ رو گفتی. شما یک بار به خود آید روز به روز به جهنم نزدیک شدید. این چی هستین؟ این چی عقیده است؟ دوست شما ابوالغریب که معرف راسخ گفت الله اجرشان بیتید، باید زیبا کرده میگد معرف راسخ الله اجرشان تید. برادری تاجیک ما ماشاءالله تبارک الله یک قندشون زنان مورد دفاع کرده میگد. برادرش میگد که سلیمان آفتاب پرستار را مسلمان گفت اگر ابو مسلم منیب مرد باشد بیاید قسم به الله خورد که گوید که همین دلیل به من آورده بود یا نبود. این عقیده ابو مسلم است. ای مردم، انا من ابو مسلم منیب این خبیث انا این عقیده رو دارد، به من این دلیل آورده بود. یکی دیگر برادر افغانی بین ما و بین ابو مسلم شاهد بود. همین چیز نوشت که من حضرت سلیمان آفتاب پرستار مسلمان گفته بود. بیاید کنی بگوید که آیا همین سیاق قرآن اینا از سیاق بیخبرند، از ظاهر قرآن بیخبرند، از قرینه بیخبرند. این خوب است. آیا سلیمان همینجا مسلمان گفتن یا سلیمان گفتن که پیش از این که به نزد من مسلمان شده آید. اینا دلیل دارن که میگن ابن عباس همین کلمه مسلمان را مطیعین گفت. این لغوی است. ابن جریر طبری هم همین راجع گفت. ما میگیم که این قول ضعیف است. اگر که راجع گویم هم از این، اگر که قول هست گویم هم از این هیچ مسلمان لغوی به وجود نمیاد. کنی کلمه مسلمان لغوی کی گفت که همه کفار مشرکین مسلمان لغوی گفته میشه؟ اما این قول ضعیف است، زیرا که روایت ابن عباس ضعیف است. برای چی ضعیف است؟ برای که علی ابن ابی طلحه عنعنه به طریق عنعنه از ابن عباس روایت کرده. ابن عباس رو ندیده، از اون نشنیده. مرامت سخنهای علما رو میبینید. البته ما در کتاب نوشتهمون همین چیزا جو کرده است، لیکن اولو کمی دیگر بعضی از چیزها رو باید اضافه کنیم برای این کتاب کمی دیرتر میبرد. لیکن بالاخره با ما مسلمان لغوی رو بیارید که کدام از سلف صالح مثل شما از همین آیت ها مسلمان لغوی رو گرفته کفار و مشرکین رو مسلمان لغوی گفت. کی با ما بگو. اگر آمنو را مثال میبری، مؤمن مثال میبری، اسلم مثال بیاری، چی را مثال بیار. لیکن این دلیل نیست تو در زیر این آیت فهم خودت نبیار. ما میدونیم که شما پوسیده ها علم نداریم. شما کی هستین که ما فهم شما را بگیریم؟ ما جوهلا. شما کی هستین که یک آیت میارین و میگین که فهم این آیت از من است؟ تو آیت بیار، ما قبول داریم آیت، لیکن در زیر آیت فهم سلف صالح را در اساس سند بیار. هر چیزی که از سلف است، علما گفتن حتی به پیامبر 12,000 حدیث دروغ را نسبت میدهند. به سلف چقدر قولای ضعیف نسبت میدهند. تو به من قول سند بیار، به سند بیار. اما مذهب ما که اهل سنت است، ما صوفی قبوری ها را انکار میکنیم. در باب فقهی سندن انکار میکنیم. رفع الیدین نبرداشتن رفع الیدین به حدیث میارن میگیم ضعیف است. کشمکش میکنیم بین مذاهب، دیگر مذهب ها را انکار میکنیم، به خاطر سند شده مذهب ها را ضعیف اینو میگیم. اما مسئله عقیده اومده اینو سند نداشت. تو سند کتی که افزم به من مسئله مستحب سند بازی میکنی. در مسئله مستحب همین جهلا هر یک مسئله به سند ضعیف انکار میکنن، اما مسئله عقیده به سند به پروا نداره. در مسئله عقیده سند ندیدیم از این. لیکن همه شما آگاه هستید در مسئله فقه این جهمی ها چقدر سند میگن. اشاره سبابه به سند میبیارد، رفع الیدین به سند کتی انکار میکند. بسیار مسائلی مثلا فقهی به سندن مخالف انکار میکند. سندی ضعیف است میگن، ما از ضعیف دین نمیگیریم میگن. اما عقیده به مدگینده سند نمیبینن. عقیده به بدون سند، حالا که عقیده باید سندش سختتر نظر کرده شود نسبت به فقه. زیرا که در فقه اگر خطا کردی مبتدع شوی هم کافر نمیشوی، اما در عقیده اگر رفتی گمراه شدی جاهایی هست که کافر میشوی به سند یگون ضعیف و موضوع باشه. برای من به خودت بیا. اینو میلرزند، از ما میلرزند، به ما حسد دارند. اینها بازیشون به من است. برادر عزیزم، اینو بازیشون به من است. اینو میگن که ابو محمد مدنی از تاجیکستان است، ما از افغانستان هستیم، ما زور هستیم، ما قهرمانهای تمام امت افغانستانی
هرگز ابو محمد به تن نمیته. میگم آخر تو ابو محمد به تن نته. ابو محمد مثل تو یک آدم است. ابو محمد به یک طرف گذار، تو بیا به قرآن و سنت تنته. توبه کن. معرف راسخ به این دوستی نزدیکت ابوالغریب، ای برادران آفتاب پرست، ای دفاع کنندگان یهود و نصارا، ای ابو مسلم استاد معرف راسخ. بعضی ها میگن که ابو مسلم منیب شاگرد معرف راسخ است. خطا کردید. معرف راسخ اصلا شاگرد ندارد. همین میدونید معرف راسخ هیچ چیز یگون شاگرد ندارد. ولی حالت حالا اینچنین است. حالت اینچنین است که همین جوان ها به معرف راسخ گرفتار هستند. اگر معرف راسخ در نزدشان نباشد، اینها یگان آدمی گویا که این خیل نمایان ندارند. و هم معرف راسخ به همین جوان ها گرفتار است. زیرا که همین جوان ها نباشد، معرف راسخ مثل یتیم هیچ کسی ندارد. این دو گرفتار شده ها به هم دیگر دفاعشان به خاطر قرآن و سنت به فهم سلفین اومد. دفاعشان به خاطر ظاهر شدن حق همدیگرشان را به خاطر حق دفاع نمیکنند. همدیگرشان را به خاطر یتیمچه شده نماندن، تنها شده نماندن، غریب شده، مسکین شده نماندن همدیگری به زارند. اینها به مانند تاجران هستند که دین را تجارت میکنند به خاطر منفعت شخصی. حالا اگر معرف راسخ سخن حق را قبول کند، فکر میکند که من شرمنده میشوم، این جوانها از نزدم میرد، من در نزد جوانهای یک چند تیزپرک افغان تنها میمونم. اما ما به معرف راسخ میگیم که تو تنها نمیمونی. توبه کردن درجه تو بالا میکند. ما با تو هستیم، توبه کن بیا. همین هزارها موحدین امروز تو هستند. 4-5 تیزپرک ترک کن، هزارها موحدین امروز تو هستند. اگر توبه کردی تنها نمیشی، نترس. شهرتت نابود نمیشد، نترس. عزت از جانب الله است، نترس. به عزت نترس، توبه کن. و این تیزپرکان توبه نمیکنند، حق نمیگویند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگر گویند از اون طرف از دوستانشون میمونند. اینها دو گمراهی که در اصل بین همدیگرشون اختلاف است. اگر اینها مرد باشند و به اینجا هم معرف راسخ بیاد، هم به همون شاگردهایش بیاید، اینجا به آرامانه صحبت کنند. من اختلافی ابو مسلم، اختلاف ابوالغریب، اختلاف غربا، اختلاف محمد سعید الافغانی با معرف راسخ را میگویم. همشون از هم دیگر اختلاف کفری دارند. هر دو اینها همدیگرش نه تکفیر باید کنند از مذهب خودشون. مثلا یکی از اختلافایی که من میگم، حالا بعد از این ببینید اینا ما را به دقت گوش میکنند، از ما دین میآموزند. بعد از این سخن من سخن معرف راسخ دیگر میشود یا سخن این جوان ها دیگر میشود. ببینید فرق اینها تا امروز چی است. ابو مسلم میگه که ما مسلمان حقیقی حکمی و مسلمان لغوی سه نمود مسلمان داریم. معرف راسخ میگه که نه، ما یک نمود مسلمان داریم. مسلمانی حقیقی داریم، مسلمان حکمی نیست. مسلمان لغوی میگه این مسلمان نیستی، کافر است میگه. اما ابو مسلم میگه که ما مسلمان حقیقی حکمی لغوی داریم که لغویش کافر است. مسلمان لغوی کافر است میگه، اما حقیقی حکمی داریم. اما معرف راسخ فقط حقیقی داریم میگه، حالا حکمی را نه. لیکن بعد از این صحبت من زود خودش اصلاح میکنه. اینها آهسته دین آموخته شدند. اگر ان شاء الله آموزند، روزی از روزها توبه میکنند. به این بیعقلی جهالتشون بعد از 1 سال و 2 سال اگر الله خواهد نباشد، اینو به همین کفر شرک میگن. خیلی جاهلند. از خری وحشی هم جاهلترند، از الاغ وحشی هم جاهلترند. اینو الله هدایتشون بکند. این گمراه ها را به خاطر کبر مثل یعنی شیطان کافر شدن که الکبر بطر الحق و غمت الناس، حق قبول نکردن و نظر نگیری کردن انسان ها از موحدین است که نه انسان های موحدین هم نظر میگیرند و نه حق. لیکن با ولتینو چی بگیم؟ شاگردشون دیدید. الله المستعان.